خوش به حال لسان الغیب حضرت خواجه حافظ که میگویند چنان پر شد فضای سینه از دوست که فکری خویش گم شد از ضمیرم. چی زیبا میگویند. محبت به خود عزیزان یک ارزش بزرگ است که به انسان قوه میبخشد و او را به سوی زندگانی با معنا و پرمضمون میبرد. کسی که خود را دوست نمی‌دارد نمی‌تواند به کسی دیگر محبت حقیقی داشته باشد. فراموش نکنید محبت باید از دل و وجود خود انسان آغاز یابد، زیرا اولین موج‌های محبت باید از باطن خود به اطراف پخش شوند. محبت به خود مانند سنگ است که به یک کولی آرام پرتافته می شود. در اطراف سنگ اولین موج‌های خرد پیدا میشن و بعد به سوی ساحل‌های دوردست پهن میشوند. برای آنکه محبت به دیگران رسد باید اول خود را دوست داریم و ارج گذاریم. این محبت عزیزان به خود معنای ایگویسم یا خودپسندی را ندارد، بلکه به خود احترام و قدردانی کردن است. این معنای آن است که انسان باید جسم و روح خود را با مهربانی قبول کند و آن را دوست دارد. انسان وقتی که خود را دوست می دارد بیشتر آرام، مهربان و خودشناس می شود. او به لحظه های زندگیش بیشتر اهمیت می دهد. در ملاحظه و آرامش عمیق می رود. این گونه شخص نه تنها خود را شاد می سازد، بلکه محبت باطنی خود را به تمام عالم پهن می کند. پس محبت نه تنها راه ایجاد محبتی واقعی به دیگران است، بلکه این احساس اصلی انسان را با حشمت، سبک و پر از نیروی مثبت می‌گرداند. به خود محبت ورزید تا از دلتان عشق حقیقی به دیگران رسد. در آرامش و آسودگی به خود باشید و با محبتتان جهان خود را روشن کنید. یک داستان زیبا برای شما نقل میکنم عزیزان که روزی یک استاد معرفت در نزد شاگردانش نشسته بود و به آنها درس میداد. یکی از شاگردان از استاد پرسید: استاد، شما همیشه تاکید میکنید که محبت به خود مهم است. آیا این ایگویسم نیست که انسان خود را از دیگران بالاتر داند و تنها به خود فکر کند؟ استاد با تبسم به شاگردان نگریسته و میگوید: من به تو یک حکایه نقل میکنم که شاید جواب سوال تو را دهد. سپس استاد به شاگردان نقل میکند که روز یک زن جوان که از زندگی و مناسبت ها با دیگران ناراضی بود شکایت میکرد، نزد مرد دانشمندی رفت و از او درباره راه‌های پیدا کردن محبت حقیقی پرسید. آن مرد خردمند به او گفت: اول خواهر جان، تو باید محبت را در باطن خود پیدا کنی و خود را واقعا دوست داری. زن گفت: اما من میخواهم دیگران رو دوست دارم و محبتم را به آنها بخشم. چطور میتوانم خودم را دوست دارم وقتی که دلم برای دیگران میخواهد؟ مرد خردمند به زن میگوید: فرض کن دل تو مانند یک کول آرام است. اگر تو سنگ را در این کول پرتایی، اولین موجات در نزدیکی سنگ پیدا می شوند و سپس آنها تدریجاً به سوی ساحل‌های دوردست پهن می شوند. محبت به دیگران نیز همین گونه است. اول تو باید محبت را در دلت پیدا کنی و به خود احترام گذاری. سپس این محبت به دیگران می رسد. زن این سخن را فهمید و درک کرد که اگر او واقعاً میخواد محبتی حقیقی را احساس کند، باید اول خود با تمام نارسایی ها و کامیابی ها قدم گذارد و به خود محبت ورزد. از همان روز او برای خود وقت جدا میکند تا خود را بشناسد و احساس محبت به خود را پیدا کند. خلاصه عزیزان، این داستان نشان میدهد که محبت به خود مانند موجهای کول است که از باطن انسان آغاز می‌یابد و کم کم به اطراف می‌رسد. هر شخص باید اول خود را به تمام جنبه‌های داشته خودش قبول کند و دوست دارد تا که محبتش به دیگران تأثیر گذارد. این محبت نه ایگویسم بلکه احساس قدرشناسی و احترام به خود است که هر انسان برای زندگی خوشبخت به آن نیاز دارد.
فکر میکنم این مواد برای شما پسند افتاده باشه. با امیدی نوارهای خوب و بهترین با مرکز خرد بمونه تا بهترین ها را بشنوید. ما برای شما بهترین ها را پیشنهاد میکنیم.